What's up guys، چطوری بچه هرکاتیش هستم. خیلی خوش اومدیم به یک بازی خفن عالی و آنلاین به اسم فورتنایت. قراره امروز با این فورتنایت بزنیم و انشالله اگه خدا بخواد فردا پارت آخر هیتن 2 رو میذارم، چون بقیه مرحلاش بیشرف پولیه، یعنی $100 باید بده کل مرحلاش باز شه. اون نداره. همونطوری در گیم زیبا تماشا میکنید قرار امشب بریم، امشب بریم فورتنایت بزنیم، بگم حال کنیم. بریم من نوبستک چیا بلدم. بریم استارت بسازم. آها آفرین، بریم تو بازی. برو دیگه تو قرار استارت چی یا نه؟ ما رو سایری یا نه؟ جوان مادر استارت شو. این آریا بمیره استارت شو. آریا تن لشه استارت شو. این جانت استارت شد، جان پیرت استارت شد. قسمت میدم به جان مادرم استارت شد. چه استارت نمیشه. 62 ساعت بود پوفیوزن. من یک 62 ساعت با بچه کم حرف زدم. بچه چه خبر؟ خب بذار توضیح بدم. قراره واسه همون هیتمن 2 لاماسه رفتم مرحله بعدیش ببینم چیه. بابا همشون پولی بودن. $100 باید. من $100 من از کجا؟ من زار زندگی میشم $100 نمیشه. $100 نمیشه، میشه 2,500,000. آه شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قراره بریم این نوب سگا رو جیر بدیم، چون یه سگ پرو نیست. با اینکه برای دومین بار دارم بازی میکنم. یعنی کلا یه بار تازه همون موقع که ایکس باکس خریدیم یه بار بیشتر بازی نکردم، چون آرمین دیوس نمیذاره بازی کنم، همش اون بازی میکنه. اون از من باز حرفه‌ای‌تره. این نوب سگه. خب این خوشگل منم نه؟ آره این خوشگل زیبا قشنگ‌تر از پریام منم. How are you today? نه چیه میخوره الان؟ خب بریم بپریم. کجا بپریم بچه ها؟ آه خدا من 2 روز بازی نکردم. بچه کمی رو به سگ بودن برید نداره. بریم غذا منزه رو بخوریم، برمگردون کجا مگردون نمدونم. چقدر زر میزنم نمدونم. میگم چنده؟ یا $200. خب برین کنار سگ پروتون من. بیا حال کردی؟ بلدم بیت کنم. چیه؟ پشمان به کجایی؟ اگه وجدانش بودی تو میتونستی از کمتر از 500 متری رد بشی. اگه وجدانش رو داشتی. حال کردی؟ این چیکار کردیم؟ اسیس کردیم. شیت بابا دوبتک نامردیه. بعد زد دیوسا. دوبتک نامردیه پوفیوزا. فقط بذارم یه پرمیز کنم به جان تو. یه جان نه تیرم نیست نامست. مخوری کنی فوش گذاشتم. یس همه تو نوبی. یکتان نوبی. شو چقدر تیر. چیه اول پوفیوز از پشت نامرده گفتن. از پشت شایدن میگن نامرده. شما چرا اینطور میکنی؟ شایدن گفتن از پشت نامردیه. نه جلو بهتر تو بازی میگم بچه ها منقف نشیم. تو هم از پشت زدی؟ تو خوش داری بری بیا. چقدر نوبم. بیا بریم بابا، ببر خونه تون. نوب سگ باید مثلا خونه بازی میکنه هنوز. نوب یا بکم پوره یارمه.
فیلم برداری بیا بدم بیل برداری. بیا بدم بیل برداری. بطل پس بعدش گیرونه پول نمیدم. این چیا داریم من؟ خب لحظه صبر یه استارت بشه بچه ها. صبر، فقط صبر. یه جون چه عجب. بیت باکسرم. آره بیت باکسرم. 1 دقیقه شد و دیدیم پای استارت کنی. جون رفت. صلوات محمدی ختم کن. اللهم صل علی محمد اول محمد و اجل باتیش سفیده. این دسته سیاهه. دسته همین نسکو نوبه. نسکو اگه این ویدیو میبینی خیلی نوبه سگی. مای برادر. همه تو این دست خوراک منی. دست کدوم بود؟ یکی دار یا پیزا بخواه باشی گوش نکنه. پیزا بخواه یا یک دار تخم میدنی با نداری. داشتم فرار نمیکنی. ما کجای ناموسا خستم یه فایت بدیم ما. حالا نوبت فایت. یا پیغمبر ابن علیس کشی. یا خدایی فیلم ترسناک اومدیم. همینجوری میزایی. موجی درگیرانه نوب سگانه ای بود. یعنی یه بسته چونی نیاز دارم مثل سگ. بیاین جلو. من با این نت ضعیف دارم چی کارا که نمی کنم. دادن نوبا سعیم هستم. این قانونش. یا پیغمبر میره متجاوزگر. حالا جنگ داره که اگه شروع میشه چیو خوش بیزرتون نرم یه جا نشستی منتظره چی. یونو برج میلاد درست کرده باز خودش. بوس مامانی کاری زدن اصلا نه.
کجا این؟ بیا برو گمش لابی. بیا برو گم شو لابی نوب. وای بهم میگی ما خسته شدیم. تو پرو بیاریم، تو پرو میورم خسته. خونه آتیش چه تجاوز شده بکنه. خورد شدش نهیدی؟ حال کردی؟ نه ناموسن حال کردی؟ اوه کم شویم. بیا اینجا، بیا اینجا یکه که تو میخوام بکنم. یکه که تو بیا اینجا. کجاست؟ تو فقط آدرس بده داشی. تو آدرس من بالا سرش در میام. کجاییم پوفیوز؟ بابا چرا خسته شد؟ من اینجا یه سپی باید بزنم. خب بس این آقا بریم تو روم. بریم سیداشین اینجا بسیدیم هیچی بهشون نگفتیم. بریم جلو. بودو بودو بودو. از پشت تجاوز میکنم. ای مفخوری کرد. بابا کجایین؟ بابا اینجا برج مینا درست کردین ناموسن. گفت شو این عادلانه درگیری کنید. بی تهمت. بالاخره کین مرد. عده چند تا؟ عده چند تا؟ گردن درد گرفتم تو سری بازی. بیا اینجا مثلا زیرکی میرن کسی نبینه. زیرکی میرکی میریم. بابا کجا این خسته هم کردیم؟ کیل. بابا این دیاره دیویس من چه گویی میخوان نوزاد اینجا. فقط 4 تا مونده. آقا موفوری کردین. مولا موفوری. من یه تکتون
مکنیم. لا 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 لا. بچه ها همه اینجا ویدیو رو تمام میکنیم. Thank you guys که تا آخر این ویدیو همراه من بودی. سلاتین اگه از این ویدیو خوشت اومد، مگه میشه کسی از این ویدیو خوشش نیاد؟ حتما این ویدیو لایک کن و کانال یوتیوب منو سابسکرایب کن و مهمترین نکته اینه که حتما حتما زنگ کنارش بزنید. دوستتون دارم. PS. See